امروز تو فقط چند دقیقه میخوایم ویندوز تو ببریم رو مود توربو. لیتس گو. خب سریع وارد تنظیمات ویندوز میشیم. از سمت چپ پایین دکمه ویندوز رو میزنیم، وارد منوی ستینگ میشیم. خیلی ساده اول اینو میزنیم، چک فور آپدیت رو میکنیم. بسته به سرعت اینترنتتون و اینکه کی آخرین بار ویندوزتون رو آپدیت کردین سرعتش بالا پایین میشه. برای شما این گزینه دانلود نمیاد، اتوماتیک میبینید، ولی من باید دستی بهش اجازه بدم که بره دانلود کنه. میتونم بعداً براتون این ویدیوشو درست کنم که چطور میتونید بعداً یه کاری کنید که در حال گیم زدن بک‌گراند اتوماتیک دانلود انجام نده. چک فور آپدیت که انجام شد، تیک سرپل که دیدین میبندیم. کار اولی که میکنیم تو سرچ ویندوزمون تایپ میکنیم سیستم ریستور پوینت. گزینه‌ای که میاد و میزنیم. هر موقع احساس کردید که جایی از تنظیمات پیش رو که میخوایم انجام بدیم دوست نداشتید، دوست داشتید برگردید، با این کار با یک کلیک به تنظیمات قبل از این ویدیو برمیگردید. بعد اینکه این صفحه باز شد میام یکی از درایوامون رو انتخاب میکنیم. من مثلا درایوی که HDD رو انتخاب میکنم. بعد گزینه کانفیگر رو میزنم. Turn on System Protection رو انتخاب کنید این بالا و میاد این پایین اینو میذارید مثلا رو حالت 3% الی 4% اینطورا. اپلای اوکی. بعد گزینه Create رو میزنید، براش یه اسم انتخاب میکنید. مثلا میزنید بکاپ مثلا شمیرن. گزینه Create رو میزنیم. وارد بخش ادوانسش هم که بشیم Adjust for Best Performance Of رو میزنیم روی گزینه Programs و Apply OK. خب بعدن هر بار که خواستید اینجا یه دونه بکاپ دارید. Let's go. اول کاری که باید بکنیم اینه که میایم اینجا تاسک منیجر رو باز میکنیم. وارد منوی استارتاپ میشیم و هر گزینه‌ای که اینجا دیدیم اینیبل رو و میدونستیم که باهاش کاری نداریم دیزیبل میکنیم. توجه کنید که یه موقع نرم افزارهای ضروری برای ویندوزتون رو این کار نکنید. برنامه‌هایی رو که میشناسید. مثلا من میدونم که این VPN رو لازم ندارم وقتی میخوام سیستمم روشن شه بیاد بالا، پس دیزیبلش میکنم. هر کدومی که خواستید خودتون دیزیبل کنید. برای دیزیبل کردنش هم یک کلیک راست دیزیبل. ایزی. کار بعدی که میخوایم بکنیم اینه که بیایم براوزرهای کرومیوم بیسمون رو اپتیمایز کنیم. میایم اینجا سه نقطه رو باز میکنیم، گوگل کروم رو باز میکنیم، سه نقطه رو میزنیم، میایم تو ستینگ، داخل ستینگ سیستم Continue running background apps when Google Chrome is closed. اجازه نمیده که وقتی که کروم بسته است شروع کنه پشت صحنه کار انجام دادن. Disable Use Graphic Acceleration رو بچه‌ای که سی پی یوشون قویه میتونن این گزینه رو خاموش کنن، ولی مهمترینش همین گزینه اوله. بعدش میریم واسه نرم افزار دیسکورد. نرم افزار دیسکورد رو باز میکنیم، میریم داخل سیتینگز و میایم داخل ادوانس. دوباره هاردور اکسلریشن رو آف میکنیم. یه بار بعد دیسکورد رو ببندین باز کنین. باز بچه‌ای که سی پی یوشون ضعیفه این توصیه نمیکنم. و این میتونه خیلی موقعی که دیسکورد بازه اغلب برای هممون و داریم گیم میزنیم با دوستامون میتونه به تجربهمون از بازی و یا استریمینگمون و یا گیم رکورد کردنمون تاثیر بذاره. خب قدم بعدی میایم اینجا ویندوز رو باز میکنیم، CMD رو تایپ میکنیم، کلیک راست ران از ادمنستریتور. این که باز شد میخوایم یه کد ایزی بزنیم ببینیم آیا سیستم مشکل داره یا نه. SFC space dash scan now enter. میاد میگرده ببینه سیستمتون مشکل داره یا نه. خیلی هم سریع این کار رو انجام میده، اما ممکنه برای بعضی بین 2 تا 3 دقیقه طول بکشه، برای بعضی هم شاید بیشتر. تمام شد، وریفیکیشن کامله، هیچ مشکلی پیدا نکرد. میبندیم. با تنظیمات ساده میایم اینجا دوباره منوی ستینگ رو میزنیم. خیلی ساده میایم تو بخش سیستم، میریم تو نوتیفیکیشن اند اکشنز، نوتیفیکیشن هامون رو آف میکنیم. اگر برنامه‌ای داشتید که نیاز داشتید وسط گیم زدن این بغل سمت راست یه نوتیف بیاد براتون میتونید دونه دونه آنش کنید، اما خب بعید میدونم وسط گیم بخواید که یه پنجره بیاد اینجا بهتون نوتیف بده، مشکل FPS بهتون اضافه کنه اون لحظه و حتی در برخی موارد آلت تاب کنید گیم رو براتون. بعدش میریم داخل فوکس اسیست آف میکنیم. اینجا هم هرچی بود آف میکنیم. کار بعدی که باید بکنیم میام داخل تبلت when I sign in رو میذاریم رو never use tablet mode و when I use this device as a tablet رو میذاریم رو don't switch to tablet mode. مگه اینکه بچه‌هایی که حالا با تبلت کار میکنن وصله اونا بحثشون جداست. کار بعدی که میکنیم میایم روی گزینه مولتی تاسکینگ و این تایملاین رو آف میکنیم. پرسینگ آلت و تب شوز رو همین میذاریم رو 5 تا باشه. بهترین راه اینه که این گزینه رو هم آف بکنید، اینا رو هم همه رو آف بکنید، ولی چون من دوست دارم مثلا خیلی راحت اینو بکشم بیارم اینجا و بذارمش چپ بچسبه اینور هلو یا بچسبم اینجوری دوباره ماکسیمایز بشه، خیلی برای راحتی کار اینو گذاشتم آن بمونه. شما میتونید آن بذارید یا اگه استفاده ندارید آفش کنید. پایینش نوشته Shared Experiences، وارد این گزینه میشیم.
آف میکنیم. nearby sharing off, shared across devices off. خب دیگه اینجا هم کارمون تمومه. برمیگردیم داخل پرسونالایز میشیم، بخش کالرز. حتما این گزینه ترانسپرنسی افکت رو آف کنید. توجه کنید که وقتی که آف کنید این یه سری افکت های ترانسپرنسی رو مثل اینجاها و این پایین ها میاد براتون آف میکنه. ترانسپرنسی رو آف میکنیم، وارد بک‌گراند میشیم. بهترین راه برای اینکه بتونیم پرفورمنس بهتری بگیرین، بک‌گراند رو میذاریم رو سالید کالر. اگه نه میخواید حتما یه والپپری داشته باشید، میذاره رو پیکچرز میمونه، ولی در بهترین حالت پرفورمنس رو سالید کالر انجام میشه. این رنگا هم هر کدوم که خواستید میتونید ست کنید برای خودتون، فرقی نداره، سلیقه‌ایه. این گزینه هوم رو اینجا میزنیم، وارد اپس میشیم. میاد داخل آفلاین مپس. برای شما یه طور دیگه احتمالاً اینجا رو نشون میده، ولی داخل آفلاین مپس گزینه آفلاین مپس رو آف میکنید و یه گزینه هم این پایینا هست که دیلیت مپس، اون رو هم میزنید و دیلیت میکنید. اگه یه موقع برنامه‌ای هم داشتید داخل اپس هم فیوچرز واردش میشید و هر برنامه‌ای که احساس کردید نیاز ندارید رو آنینستال میکنید که هم به خالی شدن رمتون بیشتر کمک میکنه، هم به پرفورمنستون. خب حالا که رو دسکتاپ هستین، روی کیبوردتون دکمه ویندوز رو میگیرید، آ رو میزنید، پنجره ران که باز شد تایپ میکنید sysdm.cpl dm.cpl اینتر. براتون سیستم پروپرتیز میاد بالا، وارد گزینه ادوانس میشید، پرفورمنس ستینگ رو میزنید، یه همچین صفحه میاد براتون بالا. اولش رو این حالته، همه این تیکا خورده، ما میام رو حالت adjust for best performance میذاریمش، ولی دو تا گزینه است که حتما باید فعال باشه، show thumbnails instead of icon و smooth edges of the screen fonts. این دو تا گزینه رو فعال میکنیم. apply اوکی کاری با این نداریم دیگه. با زدن دکمه‌های کنترل شیفت اسکیپ تاسک منیجرمون رو باز میکنیم. تاسک منیجر رو میایم داخل برنامه‌ای که اینجا هست، میبینیم اگه برنامه‌ای بود که مطمئن بودیم واسه ویندوز نیست و ما بهش احتیاجی نداشتیم، حتما میبندیمش. مثلا من الان میدونم که این وی پی انمه، اگه وی پی ان رو کلیک راست میکنم این تاسکش میکنم. حالا الان که این تاسک نمیکنم، ولی میدونم که لازم ندارم، میبندمش. اگه داخل سرچ ویندوزمون سرچ کنیم بک‌گراند اپس، این گزینه میاد، میایم بک‌گراند اپسمون رو آف میکنیم. این خیلی مهمه. داخل آفلاین مپس دو تا گزینه احتمالا اینجا برای شما هست که این دوتا رو باید آف بکنید و دیلیت مپس رو انجام بدید. گزینه پایینی اپس فور وبسایت رو میزنیم و حالا من اینو احتیاج دارم، ولی اگه گزینه برای مایکروسافت اجی داشتین میتونین آفش کنین. دوباره اینجا گزینه هوم رو میزنیم، وارد گیمینگ تب میشیم. اینجا گیم بار رو میبینیم، گیم بار حتما آف باشه. گیم مودمون رو جدیداً طبق این آپدیتی که الان دادن باید آن بذارید. برای گیم ها خیلی مفید شده، قبلا اینطوری نبود، باید حتما آف میشد. اگر بعدا نیاز بود که دوباره آف بشه، من تو ویدیوهای بعدی حتما آپدیتتون میکنم، پس حتما اینجا رو سابسکرایب داشته باشین. پس بدونید اشتباه نشه، گیم بار آف، هرچی هم اینجا گزینه بود دیلیتش کنید. گیم مود آن، دوباره میگم گیم بار آف، گیم مود آن. اگه گیم دی وی آر هم اینجا برای شما بود، اون هم باید آف باشه. اگه داخل گیم دی وی آر اینجا یه گزینه به اسم ماکسیمم ریکوردینگ لنث بود، میذارینش رو 2 ساعت 2 hours و این پایین ما اینا هم اگه دیدین ریکوردد ویدیو فریم ریت رو میذارید رو 30 fps و ویدیو کوالیتیش هم میذارید رو استاندارد. و حالا میتونیم اینجا هومو بزنیم، دوباره برگردیم به این منو و وارد یه بخش خیلی مهم به نام پرایوسی بشیم. بخش اول تو جنرال تب، من شخصا دوست دارم همه اینا رو آف بکنم. وارد گزینه دایگنوستیک میشیم، دایگنوستیک دیتا رو میذاریم رو حالت ریکوایرد که حالا برای شما احتمالاً این نوشته‌های زرد ندارید. من چون یه جور دیگه اپتیمایز کردم، از بیخ بستم کلا یه سری چیزا رو، مثل اینکه پشت زمینه دانلود چیزی نکنه وسط گیم و این داستانا هستن. و این پایینم اینا رو آف میذارید و اینم میاد دیلیت رو میزنید، دیلیت دایگنوستیک دیتا رو انجام میدید. و وارد بخش لوکیشن میشیم. اینجا حتما لوکیشن رو چنج میدیم به آف، لوکیشن هیستوری رو کلیر میکنیم. بعد تو بخش choose which apps can access your precise location رو اینا رو هم همه رو آف میکنیم و وارد بخش کامرا میشیم. پیشنهادم به شما اینه که از اینجا چنج کنید و آفش کنید. منتها من چون برای OBS و جاهای دیگه از وبکم استفاده میکنم، اگه شما از وبکم و دوربین استفاده میکنید میتونید جداگانه برای اپایی که میخواید بذارید باز بمونه، ولی اگر استفاده ندارید آفش کنید. و تو این بخش نوتیفیکیشن اینجا رو هم باز چنج تبدیل به آف، فون کالز چنج تبدیل به آف، کانتکتس همینطور، رادیو آف، آدر دیوایسز آف و اینجا رو میبندیم. خب کار بعدی که میخوایم بکنیم اینه که وقتی که سیستممون رو روشن میکنیم میخوایم مطمئن بشیم که ویندوزمون با تمام پتانسیلش و نهایت قدرتش میاد بالا و خیلی هم سریع. برای این کار سرچ ویندوز رو میزنیم، مینویسیم، تایپ میکنیم ms config اینتر رو میزنیم
سیستم کانفیگوریشن میاد بالا. کاری که میخوایم بکنیم رو تب بوت وارد میشیم. مطمئن باشید که اگر چند تا ویندوز دارید ویندوزی که مد نظرتونه سلکت باشه. وارد ادوانس آپشن میشیم. تیک نامبر اف پروسسور رو فعال میکنیم. اینو میزنیم و من الان 28 تا دارم میبینم. ممکنه شما 6 تا ببینید، ممکنه 8 تا ببینید. هر عددی رو دیدید بیشترین رو انتخاب میکنید. ممکنه کمتر از من باشه، ممکنه بیشتر از من باشه. بیشترین عددی که دیدید رو انتخاب کنید و میریم اوکی رو میزنیم. من دوست دارم که تیک نو جی آی بوت هم فعال باشه و برای تایم اوتش هم 5 عدد مناسبیه. برای بچه‌هایی که خیلی سیستمشون قویه، یعنی قوی منظورم های انده، میتونن رو عدد 3 ترای بدن، ولی 3 رو امتحان نکنید مگه اینکه حتما ویندوزتون روی SSD نصب باشه. این به صورت دیفالت بین 15 20 یا حتی 30 میتونه باشه و گذاشتنش روی 5 میتونه به شدت زیادی به بالا اومدن سریع ویندوزتون کمک کنه. اگه سیستمتون تقریبا جدیده به نظر من 5 رو بذارید و وقتی اینا فعال شد همینجوری ساده می اوکی رو میزنید. این پیام که میاد بالا ازتون ریستارت میخواد. یادتون باشه که حتما بعداً باید آخر این داستان یه بار سیستمتون رو ریست کنید، ولی الان میام اکسیت ویدآوت ریستارت رو میزنیم چون هنوز کار داریم. خب برای اینکه بتونیم بیشترین قدرت رو بگیریم از پیسیمون، داخل سرچ ویندوز سرچ میکنیم پاور. مهم نیست چی نوشته باشه، ممکنه اسمش چیز دیگه ای باشه براتون، مادامی که این سیمه و این دو شاخه رو داره کار جمعه. روش کلیک میکنیم، این صفحه براتون میاد. میتونید تعیین کنید تو چه تایمی مانیتور صفحش خاموش شه یا اینکه ویندوزتون روی سلیپ مود بره. ما با اینا کاری نداریم. پاور آپشن رو میزنیم، یه دونه برمیگردیم عقب، این گزینه رو فعال میکنیم. برای اکثرتون باید بای دیفالت روی بالانس باشه. میتونید بذارید رو حالت های پرفورمنس. گزینه‌های بیشتر از های پرفورمنس رو من توصیه نمیکنم چون تنظیمات خاص خودش رو داره و اگر بد ستاپ بشه ممکنه براتون ضرر داشته باشه. کنار های پرفورمنس بعد اینکه انتخابش کردیم Change Plan Settings رو انتخاب میکنیم. وارد بخش Change Advanced Power Setting میشیم. تو بخش Hard Disk مثبت کنارش رو میزنیم باز میشه. Turn off Hard Disk After Setting رو میزنیم رو Never، صفرش میکنیم در واقع و میایم پایین Processor Power Management رو میزنیم مینیموم و ماکسیموم. مطمئن میشیم که جفت اینا روی 100%ان. Apply اوکی. یادتون نره که گزینه سیو رو بزنید و اینجا رو میبندیم، دیگه با اینجا کاری نداریم. یه کار کوچولوی دیگه که اینجا انجام میدیم، میریم داخل اینجا سرچ میکنیم گرافیک ستینگ. این صفحه بالا میاد. مطمئن میشیم که GPU Hardware Acceleration Scheduling آف باشه. قبلا این آن بود، خیلی کمک میکرد. برای بچه‌هایی که ویندوز 11 هستن گزارش شده که مثلا که برای اونها برای یک سریشون وقتی آنه بهتره، برای یه سری وقتی آفه بهتره. الان طبق آپدیت‌های اخیر وقتی که آفه بهتره. توجه کنید وقتی که این رو تغییر میدید باید یک بار PC رو ریست کنید تا این تغییر این اعمال بشه. و برای آخر قضیه هم برای اینکه مطمئن بشیم که سیستممون داره درایوهاش همه خوب کار میکنه، همه چی ترتمیزه، میایم یه پاکسازی ریز سریع انجام میدیم. کاری که میکنیم دیس پی سی رو باز میکنیم. این کاری که میخوایم انجام بدیم و برای هر درایوی که داریم فرقی نداره SSD باشن یا HDD باشن انجام میدیم. یه کلیک راست نمکی روش انجام میدیم، پروپرتیز رو میزنیم. وقتی که داخل تب جنرال هستیم دیسک کلین آپ رو میزنیم. این صفحه که باز شد مطمئن میشیم همه این تیکا خورده. اگر پوشه‌ای به نام دانلودز خالی که میشه همین دانلودزی که توش چیز دانلود میکنید میره، اگر اون بود اون رو انتخاب نمیکنید. دانلود پروگرام فایلز اشکال نداره. مطمئن شید که پوشه دانلودز نباشه که یه موقع فایلاتون نپره. همه اینا رو که انتخاب کردیم کلین آپ سیستم فایلز رو انتخاب میکنیم. یکم منتظر میشیم بگذره، تموم میشه. میایم اینجا اوکی رو میزنیم، دیلیت فایلز. مطمئن باشید که چیز اشتباهی رو انتخاب نکردید چون قراره دیگه کلا پاک بشه اونها. بسته به میزان فایلی که دارید یه مقدار طول میکشه. تموم شد. وارد بخش تولز میشیم. یه ارور چکینگ، یه چک ریزم میزنیم. اسکن درایور انتخاب میکنیم. بسته به سرعت درایورتون و سی پی یو تون و اینها این تایم میتونه بالاتر یا پایینتر از این باشه. تموم شد. Windows successfully scanned the drive. No error were found. Close. اوکی. برای همه اینا هم این کار رو تکرار میکنیم. جنرال دیسک کلین آپ همه رو انتخاب میکنیم. من الان چون اینجا لازم دارم یه چند تا فایلی که میخوام بکاپ داشته باشم اینو انتخاب نمیکنم. برای اینو انتخاب میکنید. اوکی. دیلیت فایل. تولز. ارور چکینگ چک. اسکن درایو. هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. کلوز. اوکی. و آخری انتخاب میکنیم. کلین. انتخاب. اوکی. دیلیت فایل. یه گردگیری ریز انجام میده و ارور چکینگ چک اسکن و کلوز رو میزنیم. اوکی. میبندیم. کاری نداریم.
کار مهم آخرمون اینه که روی کیبوردمون دکمه ویندوز رو میگیریم، آر رو میزنیم، این صفحه که باز شد تایپ میکنیم تمپ اینتر. برای من این تعداد فایل اینجا هست و فولدر. ممکنه برای شما خیلی باشه. برای یک سری ها من حتی یه سری گزارش ها بهم رسیده که بیشتر از 13 گیگ فایل داشتن. همه رو سعی میکنید انتخاب کنید، هر چی فایل اینجا داخل اینجا بود انتخاب میکنید، یا اینطوری یا اینکه میتونید این وسط که یه دونه کلیک کردین کنترل رو بگیرید، ای رو بزنید، همش سلکت میشه. با خیال راحت شیفت دیلیت رو انجام میدید، یس، و این پاک میشه. حالا اینکه الان اینجا راحت پاک شد، براتون یه اروری ممکنه بیاد این بالا که باید تیکش رو بزنید، do it for all files رو انتخاب کنید، تیکش رو try again رو میزنید، بعد دوباره که همون ارور اومد دوباره اون تیک رو انتخاب میکنید و اسکیپ رو میزنید. یه سری فایلن که ویندوز در حال حاضر داره مثلا ازشون استفاده میکنه. میبندید، یک بار دیگه اینو باز میکنید با گرفتن دکمه ویندوز و آر. این بار علامت درصد رو میزنید، شیفت و 5 مینویسید تمپ، دوباره درصد، اینتر، یک بار دیگه کنترل A، سلکت، شیفت دیلیت. یه همچین اروری میاد. do this for all current items رو انتخاب کنید، یه بار try again میزنید، دوباره نشد انتخاب میکنید، این بار اسکیپ رو میزنید، میبندید و بار آخر مینویسید prefetch continue. برای اینجا همینطور کنترل A، شیفت دیلیت. لطفا یادتون باشه که اول ویدیو ما اومدیم سیستم ریستور پوینت رو انجام دادیم و یه بکاپ گرفتیم. هر جا دیدید یکی از این تنظیمات براتون مشکل ایجاد کرد، خیلی راحت میتونید با اون سیستم ریستور پوینت بکاپ بگیرید و به تنظیمات قبل این ویدیو برگردید. یادتون نره بعد از این ویدیو فقط یه بار باید سیستمتون رو ریست کنید که هر تنظیماتی انجام دادیم اعمال بشه. در آخرم یادتون باشه که بهم میتونید تو کامنت ها بگید که سیستمتون چقدر تغییر کرد. اگه یه موقعی هم سوالی داشتید میتونید داخل کامنت ازم بپرسید، حتما بهتون جواب میدم. و برای هر کسی که میتونن کمک بگیرن از بخشی از این ویدیو بفرستین. و همینطورم برای مطلع شدن از تنظیم‌های مخصوص گیم‌های مختلف، تنظیم‌های آپدیت‌های بعدی کارت گرافیکایی که میاد، مخصوصا سری جدید سری 5000 که خیلی مشکل داشته و همه میگن که آپدیت ترین نسخه کارت گرافیکتون رو درایورش رو نصب کنید و این اشتباه. خیلی‌ها تو دنیا الان کارت گرافیکشون حتی سوخته. خیلی پشت هم داره این ویدیو آپدیت میده و برای خیلی مشکل پیش اومده. برای اینا میتونم براتون ویدیو درست کنم. پس یادتون نره که حتما سابسکرایب داشته باشید این چنل رو. دوستتون دارم، میبوسمتون. فعلا.